بیاد بالا بخونه برامون. مجید اینجا رو ببینید. آقای باشقانی سلام. سلام آقای آهنگی، خوبید؟ حالتون خوبه؟ آقای آهنگی من از طرفدارای شما هستم. از ساعت 9 اینجا نشستم همینجوری منتظر شما. تو گروه یه چیزای دیگه ای برای من می‌نویسی. آقای آهنگی چرا منو گفتید میارمت بالا ولی الان شما بالایی من پایینم. چاکرتم. این تصمیمیه که رؤسای اینستاگرام گرفتن که اونی که باحال‌تره بالا باشه. میدونم. آقا من یه سوالی از شما دارم. بفرمایید قربان. شما چرا مهمون برنامه ما شدی جوجه رنگی آوردی؟ نمیدونی من جوجه میترسم. هنوز من دارم کار زشت تو رو به مردم تازه نمیدونستم که از پاش میترسی وگرنه با پاش میذاشتم میترسه. آره. اوه من سکته میکردم مجید اگه پاش به دستم میخورد. آیا آهنگی ماشاءالله 16,000 نفر از طرفداراتون الان اینجا هستن. خیلی آقای آهنگی سوئیلی به جمع اضافه شد. عاشقتم سایه جان. آقای کی اضافه شد؟ به چه خوب. آقای آهنگی من صالحی عزیزم اضافه شد. عاشقتم آقا مجید سلام. ببخشید بگو مجید جان. میگم من الان شبیه پیکی بلایندرز نشدم؟ بله پیکی بلایندرز مناطق محروم. چه شوخیه تو جمع با من میکنید؟ بیا همینجا 2 نفره یه جوکر بریم. هر کی خندید بسوزه. تو که میدونی تو تنها کسی هستی که میتونی منو بخندی. عاشقتم قربونت برم. چه خبر؟ شما هم نکنه در جوکر شرکت کردید آقای باشقانی؟ بله. مگه میشه جای شما شرکت کنی منو دعوت نکنم؟ نه تو گروه ما هستی؟ بله. وقتی لو بدی یا لو ندی. آره بابا چه اشکالی داره؟ دیگه کیا هستن آقای باشقانی؟ ولی چقدر خوبه که آقای آهنگی لباس زرد بهت میاد. الان زوم کردم. خیلی خوشگله. خیلی. مال کی هست لباس؟ مال کیه لباس؟ آقا لباسی که تن منه مال کیه؟ خب مال منه دیگه. گفتم شاید داریم میری تو لایو و یکی لباس گرفتی گفتی امشب لایو دارم یه تیشرت خوشگل بهم بدید برم تو لایو. سر شوخی رو داری با هم میکنی یا؟ نه با تو نه. سلام نکردی به دوستان عزیزم که تو لایو هستن؟ هول شدم شما رو میبینم هول میشم آقای آهنگی. آقا اذیتمون نکن. سلام میکنم. آره به همه دوستان سلام میکنم و اینکه مخصوصا اون دوستایی که گفتن به من فحش دادن گفتن چرا حامد آهنگی رو از بازی کردی بیرون تو شهردار شدی چرا عقده‌ای بودی. الان بگو دیگه بگو چرا به باشقانی فحش دادی. باشقانی باید با من این کارو میکرد. من مافیا بودم. حرف دلمو بزنم. بزن. ناراحت نمیشی؟ نه من میدونم چقدر عقده‌ای هستی. بزن. دوستان عزیزی که الان تو لایو هستن قسمت فینال اول بازی مافیا که بنده بودم آقا مجیدم بود. مجید جان شهردار بود منو اما اولین شب از بازی خارج کرد. و خیلی اومدن کامنت های مثلا حالا چیز گذاشتم فحش که ندادن مجید. میخوای برات بفرستم؟ نه خب من یه تشکر ویژه کنم از همه اونایی که فحش دادن. خیلی ممنونم. دمتون گرم. فحش بیشتری به مجید خواهشم بدید. مجید فحش دوست داره. درست گفتم مجید باشقانی؟ بله. نه بابا شوخی می‌کنم. بازی خیلی بی‌تربیتی. خیلی بی‌تربیتی. دست قبلش هم من شما رو از بازی خارج کردم. بازیه دیگه. ان شاءالله بشه آره. مافیای دلم برای مافیا واقعا تنگ شده. ولی ما سر صحنه این بچه‌ها اینجا خیلی بهتون سلام میرسونن. وقت شام بود. همه بچه‌های گروهمون. سر ضبط سریالین؟ آره. همه بچه‌های گروهمون. نمیتونید بگید کدوم کاره؟ الان 50 نفر رو بگم بعد یکی رو نگم. نه چه کاریه؟ کی پخش میشه؟ سریال بی‌نشانه. ایشالله که
بدرخشی مثل همیشه و ما کیف کنیم از دیدنش. یه اینترنت درست حسابی هم برای خونه بخر، از این بسته های هدیه‌ای هی استفاده نکن، اینه بسته پولی ها استفاده کن. چون نه اینترنت من درسته، الان همزمان 4-5 نفر بهش وصلن، جدی؟ قطع هم نمی‌کنن. آره جات چه جالب. یکیش مشتبه، حتما یکیش مشتبه. بله یکی مشتبه، یکی آقا باراده، یکی آقای آزاده. آزاده آره. آزاده آره. پی اس بازان وحشی. بگو تو پی اس هم لولت کردم. برای اولین باری که داشتم پی اس بازی می‌کردم بگو. یکیش دفتر یا مربع منو لوله کردی. ببین تو بعد از 20 سال پی اس بازی کردن با کسی که اولین بار بود دسته پی اس رو میگرفت دستش، تونستی یکیش منو ببری. خب مثل که آقای ماشقانی رو دارن صدا میکنن بری سر ضبط، هیچکی صدا نمیکنه. بی‌مزه. ولی تو جدا با دهن بخون برامون نمیخونی؟ جان یه دهن بخون برامون. آقا اگه بخونم اونجایی که خوندم بی‌مزه میشه اون وقت. قربونت برم مجید جان، مرسی که اومدی تو لایوم. شاکرتم حامد، قربونت برم. میبوسم فدات بشم. تو و طرفداران تو میبوسم. شاکرتم، منم میبوسم. شاکرتم. مواظب خودت خیلی باش. شاکرتم. خداحافظ.